در این وضعیت با گروه داوران نیز شناس خواهیم شد. رقابت مذکور نوروز اما در قیاس به سالهای قبل حیاتی فعلی النصر فرق کننده است. امکانیت برای بازیگران استقلال و سیفی دروازه‌بان پنچر قیاس به دیگر وخوری ها این است که در دو رقابت از حیاتی اساسی دروازه‌بان موریدین حسنف وارد رقابت می شود. ضربه که از جانب احسان پنجشنبه وارد جریمه‌گاه دسته پنشر گردید و بر مقابل این فوتبال باز قاعده بازی ویران می‌گردد. داوری مرکز نوروز وحیدوف به نقطه خودش افتید یا که او را از پای افتانیدند. همکنون ضربه سیاوش حق نظری به خطا وارد دروازه می‌گردد. در دقیقه 22 حساب باز گردید و فهم گردد که دستش را در حساب به پیش برارد. محض در آن همین وضعیت داور پنالتی تعیین کرد. دروازه‌بان دسته پنشر پتر سرکودی باشد. پس به خط حمله امکانیت برای امیربک جورابویف و ضربه بسیار هم سخت کنار چپ هجومی بازیگران ناحیه جلال‌الدین بلخی ادامه خواهد کرد. با بازیگذاری فوتبالبازان استقلال توپ را با بازی وارد نمودند. امکانیت نوبتی و سیف نوبتی پتر سرکودی در مقابل پنشر. بیننده های عزیز حسابی 7-0 می باشد. توپ‌ربایی بازیگران دسته پنشر ضربه از مسافه دور و خیلی هم خطرناک بود. عباس اندلیبوف امکان داشت که در دقیقه ضربه کنجی کسب نمودند. ارسال خیلی بلند و مهرم بلکه منوچهر سفرов بود که پس نادرست انجام داد. ترکیب روی بسیار هم خوب اشتراکی فوتبالبازان دسته استقلال. ضربه که اجرا گردید چندان بدن خود را گرم کرده ایستادند. در ادامه رقابت سرمربی دسته کیروی وز خواهد کرد. حالا فرصت برای دسته استقلال. سیاوش حق نظری از یک نفر میگذارد ولی ضربه زده سیاوش. حسنبای قهارف از جهت دو نفر فرار کرد و ژوزف اوکارو در این وضعیت تلاش نکرد. اینجا قریب بود که فوتبال بازی دسته پنشر گنر این دسته چندان خوب نبود. شان پال کمالف ضربه بسیار هم سخت و پهلوتر از دروازه از میدان بیرون. موسم جاری لیگ عالی مملکت سیاوش حق نظری به هدف رساند. تبریز اسلاموف با بازیگذاری از این فرصت استفاده نمودند. همکنون فرصت برای مارلین چوبانوف از مسافه نه چندان دور نتوانست که به زدن گل 1-0 است. ارسال قربانبوی شرالیف به داخل جریمه‌گاه دسته پنشر ولی ضربه فوتبال بازی این تیم به نتیجه از میدان بیرون می شود. خوب